گروه نوبتی رو دعوت میکنیم. عربشو کمپانیا با صحنه هجوی. مرحمت. الو هم افیچر خو رفت افیچر رو خوش برد نگو ها ما که پیدا من ملادای رو روی که میخواب بخندم همه ملادای رو جمع کن روی که میخواب بخندم ها او دا آمدیم برابر شو نظام با پیش با قدم مش مادر وطن مادر وطن سرایت نمودیم مادر وطن مادر وطن ایست یک دو میدانه ما کیون اینه بخواه من اگر در کوی شبکه اشما ورم سردم کوی که تیار مکن فهمیده مرا میدانه ما کی بشم من بابا جانی تیلویتون بشم فهمیده نه چطور نشیدم بابای برفی بابا جانی تیلویی من شما ده یک سوال میدیم کی بخواهیش خودش خدمت آمده یک قدم به پیش ها بچه سوالی من نفهمه بود چی بودا رفیق سرجان سوالت فرمون چی فهمه بود اینجا یگون کس بعد خواهیش خودش اومدگی نیست ها فهمیده بچه که همه شما رو ابلا و قبی دیگه یا تو چخله مردم مرا محترم سرجان همسایه‌مون دانی دادن اخی به یک قدم به پیش سربازی خطاری شما رو چخله مردم مرا این همین نوشترگی شوه بازار در رفتم پرادکت خرید که رفتم نه گفتم خرید کنم که یک قلقوله شید دیگه نمیدونم آوردن من اومدم راستی گپ یه وقت میخیدم در چه سبزی پوست کستم اخی بیستا شما را چخله مردم ما را رفیق سرجان ایداری صندوق خبیدم خوی نوی وطن او تو خدمت نکنه این خدمت نکنه من خدمت نکنم کیک در وطن خدمت نکنه همه بهوده سرگردان شدن من خودم اومدنی بودم بدانیدم من دینم پلیگون در رفتم عصبم کم کم ویران شده گرد برای بابا جان تیلویتون خنداندن میدانیدن چیکار میکنه میخندونه آفرین حاجی یک تا مگنیتوفونی سامبوفر مگنیتوفونی سامبوفر گفتم من اومدم وای وای من اومدم وای من اومدم تو را ببینم بیروم من اومدم وای وای من اومدم شدیت یک ساوری ملی بخواه یک کیف کنه به اتم بکن روما بیو کیم چی کنه یک تاجیکی خمانه بخوان تاجیکی لطه بستم در دهنی دروازتون آچم رایی میکنم خانتون لطه بستم در دهنی دروازتون آچم رایی میکنم خانتون اینیم تومت دارد سبلرزانه برگش لنیزد شختگی تیزد و خامش لنیزد سبلرزانه و خامش لنیزد کم دادیگه بردار یلمه شدک حقیقتی شما شوخی نکنم که کنه رادیو جان رادیو از بحر و بر میدید نو خبر یاد رادیو شکو حاضی محترم سرجان رادیوی امروز تولد میکند به خبر نمون فرزنددار میشوی دهشت نرخ کشتی گاو به 27 سامانی رسیده است چی مگر گاو بنزین خورده است دهان گفت من کلان میشوم عجبا وای بر حال ژیلوکا کی چی میشود طاقتی بوی بد ندارم اگر به خواب من در آمدی التماس پایتان را شوید دیگه کنن دیگه بزنه السلام علیکم شنوندگان گرامی در موج برنامه اطلاعات کریمینالی دیروز در نزد بازار برکت دو صادرکننده جنایی را دستگیر کردند که یکی دارای 5 کیلوگرم مواد سخت تاثیر ضررآور سیمیچکا و دیگر 3 کیلوگرم مواد سخت تاثیر ناس دستگیر کرده شد. در نتیجه کارهای لابراتوری دو موش به هلاکت رسیده 25 ترکن دیگر زیر جراحت قرار گرفتند. روز 25 می باز یک صادرکننده دیگر را دستگیر کردند که جنایتکار تشریف خلیلوف در نزد کاخ باربد ماشین تمغه 2107 را به کلید برده ایستاده است.
дар пеши беморхонаи қараболо ба даст афтод. корманди милиса Садриддини Наҷмиддин ва Шабнами Сурайё ӯро дастгир карда 2 сол аз саҳна озод намуданд. همه دینا من سرجان گفت که همه ها تیر پرانیده اومد تیار نیستن. دینا پلیگان ده تیر پرانده. پرانه. که من امروز یک ای نظر بگذارم چی خیلی میپرانید برای پگاه تیار شد. تو دوربین تا بگی پیش برم. فقط نگاه کن. رفتم سرباز قطوری. بپران نگاه نکن. نرسید. تمام. تو بپران. ای رفیق شیرجان بالا و شکیده گذاشت. شما هم کم اینجا برو دیگه چی کنه پرانان کنه پرانان تماشا کن اونا رفته است نگو چیکار شد بخواه اینا تماما نرسید. الان شما الان خیلی مپرونه فهمیده نه تو پزرما را همشه ایشا و بارکه مکنید همه چشا ساعت فوید رفیق شیرجان یا سوال دو سوال ما همین در همین چیز 2 سال با چیکار میکنیم؟ در همین چیز 2 سال چیکار میکنیم؟ و اینا ما چیکار کرده میکنیم سال 2 سال؟ همه میدونه که در همین چیز شنبه یک شنبه او دیگر روزا بکوریم. باقی گرد ماندگیش در کازارما میخنده. شگا مش دن درن دن 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 برآمدی عربشو کمپانیا بود در بخش سیوم یعنی صحنه هجوی. گروه عربشو کمپانیا در روی خط ما تحت رقم 04 نامنویس شده است. خب اگر SMS فرستید بر رقم 04 را گرفته بر رقم 1617 ارسال دارید.